سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان این یه نمونه، دو نمونه، سه نمونه و چهار نمونه. دوستان اینا سبز زیتونی هن، همین که دارید مشاهده میکنید. این هم سبزه ولی روغن بهش زدم. اینو تقریبا 17 روز پیش روغنش زدم، پاکش کردم با کهنه، یه ذره بهش سنباده زدم، برقش هم مشخصه. اینا الماس کربونادو هستن. این هم یکیشون که ببینید چطوری اصلا نور رو خودش نگر میداره که حتی میزنه بیرون. اینا الماس کربونادو هستن دوستان. این هم کوچولو. خب اینم یه شاپسنگ الماس دوستان، حفره دار، ولی این تیکه های آهن داره دوستان. کربونادو ها اکثرشون فلزه ها توشون پیدا میشه. اینا نه، اینا تو حفره های کوچیکشون طلا هست. دوستان خواستم بهت بگم فقط این سفیدا که به کوارتز معروفن، اینا الماس سفید دارن دوستان. بشکنید ببینیدشون. ممنون از هزیباتون و خدایا رو نگهدارتون دوستان.